بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مخاطبین گرامی. در ادامه بحث نماز که در جلسه گذشته به کلمه نماز پرداختیم، انشاءالله به امید خدا در این جلسه به کلمه صلات خواهیم پرداخت. اجازه بفرمایید که من چراغ‌ها رو خاموش بکنم که انشاءالله شما عزیزان نور صفحه رو بهتر مشاهده بفرمایید. خب انشاءالله با امید خدا در این جلسه به کلمه صلات در قرآن خواهیم پرداخت. کلمه صلات، تکرار کلمه صلات در کل قرآن 67 مرتبه در 28 سوره هستش. خب همینطوری هم که در جدول مشاهده می‌فرمایید، از سمت راست از عدد 1 تا عدد 28 رو ما شماره گذاری کردیم که اون سوره هایی هستش که کلمه صلات درون اون وجود داره و در مقابل اون آیاتی هستش که کلمه صلات در اونها بیان شده. فرض مثال مشاهده بفرمایید سوره بقره آیه 3، 43، 45، 83، 110، 153، 177، 283 و 277 کلمه صلات در اونها بیان شده. اگر به خوبی در جدول دقت بفرمایید میبینید که فرض مثال سوره نساء در یک آیه 3 مرتبه ما عدد آیه رو نوشتیم، یعنی آیه 103 رو اگر مشاهده بفرمایید میبینید که کلمه صلات در آیه 103 3 مرتبه مطرح شده که اون رو با رنگ قرمز برای شما عزیزان مشخص کردم. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ آیه 103 رو 3 مرتبه می نویسیم. یا در سوره نور انشالله اگر مراجعه بفرمایید با آیه 58 که اینجا دوبار نوشته شده، میبینید که در آیه 58 کلمه صلات 2 مرتبه مطرح شده. خب در جلسه قبل خدمتون عرض کردم که امر نماز از طرف خداوند متعال یک امر زماندار بوده برای امر ظهور، یعنی یک زمانی و خداوند برای اون طراحی کرده بوده. با توجه به عدد 17 که در جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم که کلمه نماز اشاره به ظهور میکنه و از طرف اشاره به ایران و ری که پایتخت قدیم ایران بوده. خب حالا در این جلسه مشاهده می‌فرمایید که در آیه 103 سوره نساء خداوند متعال می‌فرماید فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. می‌فرماید هنگامی که پایان یافت نمازت، فاذکروا الله، پس ذکر کن خداوند رو به حالت ایستاده، نشسته و به پهلو. فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة، و هنگامی که اطمینان پیدا کردی باز نماز رو برپا کن. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، که نماز برای مؤمنین کتابا موقوتا یعنی یک نوشته وقت دار، که گفتیم که خود نماز وقتش برای زمان ظهور از طرف خداوند متعال مطرح شده. خب پس دقت بفرمایید که انشاءالله امر تکرار کلمات در کل قرآن رو به خوبی فرا بگیرید که هر کلمه‌ای که در قرآن میخواید انشاءالله به امید خدا مورد بررسی قرار بدید، میبینید که شامل یک جدولی میشه که این جدول شامل طول و یک ارزی هستش که به ما میتونه اعدادی رو بده که با اونها بسیاری از مسائل از طریق امر حساب و تیپ مخصوص کتاب خداوند به ما بسیاری از مسائل رو روشن میکنه انشاءالله. خب
گفتیم که تکرار کلمه صلات در کل قرآن 67 مرتبه هستش. خب اگر دقت بفرمایید سوره 67 قرآن سوره ملک هستش. اجازه بفرمایید من این رو برای شما بزرگتر بکنم که راحت ببینید. خب میبینید که سوره 67 که ترتیب رسمی سوره ملک است، سوره 67 به معنی سوره ملک به معنی پادشاهی هستش. همینطوری که عیسی مسیح در دعای روزانه میفرماید ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز انجام شود، پادشاهی تو بیاید. پادشاهی خداوند در اینجا میبینید که در سوره ملک نیز مطرح شده. ملک به معنی پادشاهی هستش. خب در ادامه ما اگر سوره ملک رو که آیه اولش میفرماید تبارک الذی بیده الملک، که تا کلمه ملک بیایم اون رو چیکار بکنیم؟ اون رو بنویسیم. یعنی به این صورت که حروف اون رو تک تک بنویسیم. تبارک الذی بیده الملک تا کلمه ملک، چون سوره ملک هستش، تا اینجا بنویسیمش. میبینید که تبدیل شد به 17 حرف که با توجه به کلمه صلات که ما میدونیم 17 تعداد رکعات نماز یا همون صلات هستش. حالا گروه‌هایی هستن که نماز رو 17 رکعت نمیخونن که اونها دیگه باز با توجه به امر حساب باید ببینن که اصلا چرا دارن خارج از امر حساب نماز رو 17 رکعت نمیخونن، چرا که حساب هم از طریق کلمه نماز و هم از طریق کلمه صلات به ما عدد 17 که نشانگر 17 رکعت نماز هست رو نشون میده. خب در ادامه میایم چیکار میکنیم؟ میایم از این 17 حرفی که وجود داره، یعنی تبارک الذی بیده الملک، میایم حروف خالص اون رو چیکار میکنیم؟ مینویسیم. اگر دقت بفرمایید تا کلمه یا این حروف تا اینجا میبینید که اونها رو نوشتیم. چرا؟ چون تکراری تا اینجا وجود نداره. از کلمه بعدی که حرف با هست، چون اینجا ما با رو داریم پس زیرش با رو نوشتیم، پس اینجا حرف ب تکرار شده. چیکار میکنیم؟ حرف ب رو حذف میکنیم، میریم سراغ حرف بعدی. حرف بعدی حرف یا هست. خب میبینیم با ما قبلا حرف یا رو هم اینجا نوشتیم، پس حرف یا هم حذف میشه. حرف بعدی حرف دال هست. خب ما میبینیم تو اینجا حرف دال نداریم، پس حرف دال رو مینویسیم. حرف بعدی حرف ه مینویسیم. حرف بعدی حرف میم و حرف بعدی حرف لام، اون هم اینجا ما داشتیم حذفش کردیم. حرف میم رو نداریم مینویسیم و باز حرف لام اینجا داریم حذف میشه و در انتها حرف کاف، چون اینجا داریم حرف کاف هم حذف میشه. خب میبینیم که 6 حروف ناخالص بودن که حذف شدن و 11 حروف خالص تبارک الذی بیده الملک هستش که زیرش نوشتیم. خب در ادامه ما میایم چیکار میکنیم؟ حروف ابجد تک تک این حروف رو زیرشون می نویسیم. حرف ت ابجد اون برابر است با 400 زیرش می نویسیم. حرف ب برابر است با 2، حرف را برابر است با 200، حرف الف برابر است با 1، حرف لام برابر است با 30، حرف زال برابر است با 700 و حرف یا برابر است با 10، حرف دال برابر است با 4 و حرف ه برابر است با 5 و حرف میم برابر است با 40 که این اعداد رو
زیر هر کدوم از حروف نوشتیم. خب حالا اگر این اعداد رو ما با همدیگه جمع بکنیم به ما تاریخ 1412 هجری قمری برابر با سال 1370 هجری شمسی رو میده که تاریخ سوره ملک و آغاز پادشاهی خداوند هستش. خب از کجا بفهمیم که این تاریخی هستش که حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که این چجوری داره به ما میگه این که این تاریخ هسته، شاید این عدد چیز دیگه ای باشه. گفتیم با توجه به اینکه ما تا کلمه ملک حساب کردیم و به عدد 17 رسیدیم که 17 رکعت نماز بود و از طرفی 17مین سوره قرآن سوره اسراء هستش، خداوند متعال در سوره اسراء که سوره 17 قرآن هستش میفرماید و جعلنا لیل و نهار آیةً و قرار دادیم شب و روز دو نشان. فمحونا آیة اللیل، پس محو کردیم آیه شب رو. خب آیه شب ما میدونیم که منظور ماه هستش و قمر هستش، پس میفرماید که فمحونا آیة اللیل یعنی تاریخ قمری رو مد نظر نگیر، تاریخ شمسی است. از کجا؟ از ادامه آیه میفرماید که وجعلنا آیة النهار مبصرا، و قرار دادیم آیه روز رو روشنایی یعنی تاریخ شمسی. لتبتغوا فضلا من ربکم، تا بطلبید از فضل پروردگارتان. و لتعلموا، تا بدانید عدد سنین و الحساب، تا بدانید عدد سالها که پس ما سال و حساب رو انجام دادیم و به تاریخ 1412 هجری قمری برابر با سال 1370 هجری شمسی رسیدیم. و کل شیء فصلناه تفصیلا، و همه چیز تفصیل شده و کامل بیان شده است. خب پس متوجه شدیم که باز با توجه به کلمه صلات در قرآن و تکرار اون میبینیم که ما رو به سوره ملک و تاریخ 1412 هجری قمری که تاریخ سوره ملک هست تا اینجا ما رو رسوند. خب در ادامه دقت بفرمایید، میریم سراغ ابجد کلمه صلات. خب در جلسات گذشته گفتیم که اگر دیدین کلمه‌ای تای تأنیث داشت اون رو بعد به صورت حرف ه و ت یعنی دو تا تبدیل به دو تا حرف میشه، اون رو به اون صورت می‌نویسیم. خب کلمه صلات حرف صاد رو می‌نویسیم، حرف لام رو می‌نویسیم، حرف واو رو می‌نویسیم و گفتیم الف مقصوره جزو از حرکات هست، اون رو دیگه جزو حساب نمیاریم. و تای تأنیث حرف ه رو می‌نویسیم و حرف ت رو خواهیم نوشت. خب اعداد ابجد رو زیر هر کدوم از این حروف قرار میدیم طبق جدول ابجدمون، یعنی حرف صاد ابجدش برابر است با 90، حرف لام ابجدش برابر است با 30، حرف واو ابجدش برابر است با 6، حرف ه ابجدش برابر است با 5 و حرف ت ابجد اون برابر است با 400 که اگر این اعداد رو با هم جمع بکنیم برابر است با 531. خب در ستون بعدی ترتیب ابجد هستش. ترتیب ابجد اگر نگاه بفرمایید اینجا حروف ابجد رو ما داریم. اگر نگاه بکنید حرف صاد ترتیب ابجد اون برابر است با 18. این حرف صاد که حروف ابجد و ترتیب اون برابر است با 18 نوشتیم. خب حرف لام رو نگاه بفرمایید در حروف ابجد در این ستون میبینید که عدد 12، یعنی ترتیب ابجد حرف لام برابر است با 12. حرف واو برابر است با 6
و حرف ه برابر است با 5 و حرف ت دقت بفرمایید برابر است با 22. خب ما این اعداد را نوشتیم و با هم اگر جمع بکنیم به عدد 63 خواهیم رسید. خب در انتها ترتیب الفبای هر کدام از این حروف هست، یعنی حرف صاد ترتیب الفباش که در این بالا میبینید حروف الفبا، نگاه بکنید حرف صاد ترتیب الفباش برابر است با 14 می نویسیم. حرف لام ترتیب الفباش برابر است با 23، اینجا مشاهده میفرمایید نوشتیم. و حرف واو در انتها برابر است با 26. حرف ه در انتهای جدول مشاهده بفرمایید برابر است با 27 و حرف ت در اینجا مشاهده بفرمایید برابر است با 3 که نوشتیم که اگر این اعداد رو باز با هم جمع بکنیم برابر است با 93 که انشاءالله به این 3 تا عدد خواهیم پرداخت. حالا در اینجا دقت بفرمایید، اینجا با حذف 1 صفر از اصل عدد ابجد کلمه صلات، یعنی اگر ما 1 صفر از 90 کم بکنیم تبدیل میشه به 9، 1 صفر از عدد 30 کم بکنیم تبدیل میشه به 3 و 1 صفر از عدد 400 کم بکنیم تبدیل میشه به 40، یعنی 40 رو به علاوه 5 به علاوه 6 به علاوه 3 به علاوه 9 بکنیم برابر است با 63 که این 63 برابر است با باز ترتیب ابجد کلمه صلات که میبینید 63 باز اینجا 63 هستش. خب از طرفی اگر ما با حذف 2 صفر از اصل عدد ابجد، یعنی این صفر حذف بشه این صفر هم حذف بشه و این 2 تا صفر هم حذف بشه، حالا عدد 4 5 6 3 و 9 رو با هم جمع بکنیم برابر است با 27 که انشاءالله به تک تک این حروف در ادامه خواهیم پرداخت. خب گفتیم که عدد ابجد کلمه صلات شد 531. اگر هر جایی که از کلمه رو حساب کردیم و عدد اون بالاتر از تعداد سوره‌های قرآن که 114 هستش، ما باید چیکار بکنیم؟ باید اون عدد رو تقسیم بر 114 سوره قرآن بکنیم تا ببینیم که در انتها وقتی این 114 تا رو از اون اصل عدد کم میکنیم به چه سوره‌ای میرسیم. خب اگر ما اینجا عدد 531 رو تقسیم بر 114 بکنیم میبینیم که 4 تا 114 تا ازش کم میشه و باقی ماندهش هم 75 هستش. خب پس اینجا به ما 2 عدد داد، عدد 4 و 75. خب میبینیم که سوره 4 قرآن سوره نساء هستش که اگر دقت بفرمایید در ترتیب رسمی قرآن نیز سوره نساء سوره 4. خب گفتیم در جلسه قبل قرآن نیز دارای یک نظم دیگه هم هست، یعنی دارای یک ترتیب دیگه هم هست. همینطوری که از راست به چپ قرآن از عدد 1 تا 114 شماره گذاری شده، ما یک ترتیب دیگه هم از چپ به راست قرآن داریم، یعنی سوره ها رو ما میایم از سمت چپ شماره گذاری میکنیم تا سوره فاتحه، یعنی سوره اول که سوره ناس هست عدد 1 شروع میشه تا میاد به سوره فاتحه که سوره 114 هم هستش. خب حالا اگر ما نگاه بکنیم از چپ به راست قرآن بشماریم میبینیم که سوره نساء که اینجا هستش ترتیبش شد ترتیب 111 که 111 میدونیم برابر است با عدد ابجد کلمه اعلا که سجده هر نمازگزار سبحان ربی الاعلا و به حمده هستش و تعداد آیات سوره اسراء که سوره اسراء سوره 17 قرآن برابر با تعداد رکعات نماز هستش. پس میبینید که چقدر اینها نظم و زیبایی
در امر حساب و تیپ مخصوص کتاب خداوند وجود داره که به ما میتونه بسیاری از مسائل رو با توجه به امر حساب برای ما روشن بکنه. خب سوره 75 قرآن سوره قیامت هستش. اینجا هم دقت بفرمایید. سوره 75 قرآن در ترتیب رسمی سوره قیامت هست که اگر من این رو اینجا بزرگش بکنم که شما انشاءالله بهتر ببینید. خب میبینید که سوره 75 قرآن سوره قیامت هست و در مقابل نزول سوره سجده که میدونیم که سجده هر نمازگزار باز سبحان ربی الاعلی و به حمده هستش که باز این هم یک ارتباط دیگه‌ای بین عدد 75 که سوره قیامت هست و سوره سجده. خب از طرف دیگه اگر باز دقت بفرمایید عدد 63 در مقابل سوره منافقون و زخرف و نزول زخرف قرار میگیره که و عدد 93 را هم اگر دقت بفرمایید در مقابل سوره ضحی و زلزله قرار میگیره که انشالله در منزل سوره منافقون و زخرف رو و از طرفی سوره ضحی و زلزله رو مطالعه انشالله بفرمایید که ببینید که چرا خداوند متعال عده‌ای که در لباس دین قرار گرفتن و با عبا و عمامه اونها اومدن و دین خدا رو بازیچه قرار دادن و نماز رو پیش روی خودشون قرار دادن که بتونن مردم رو فریب بدن. اگر این آیات رو انشالله مطالعه بفرمایید متوجه خواهید شد که این گروه دین رو بازیچه قرار دادن و برای چی خداوند متعال میفرماید و ویل للمصلین. پس انشالله اینها رو این 4 تا سوره رو مطالعه بفرمایید تا انشالله به حقیقت امر برسید. خب از طرفی گفتیم که عدد 27 که با حذف تمامی صفرها از اصل عدد ابجد کلمه صلات بود رسیدیم به عدد 27. خب سوره 27 قرآن در اینجا اگر دقت بفرمایید سوره 27 قرآن سوره نمل و نزول بروج و الیوم الموعود هستش. خب سوره نمل رو اگر دقت بفرمایید سوره نمل سوره 27 قرآنه که آیاتش 93 تا هستش، همون برابر است با گفتیم که اون 93 که سوره ضحی و نزول زلزله هستش که میبینید که اینجا باز ارتباط برقرار شد که در ترتیب رسمی هم دیدیم که سوره 93 ضحی و نزول زلزله هستش. خب از طرف دیگه ای اگر دقت بفرمایید سوره نمل با رمز تاسین شروع شده که تاسین اگر در جدول مشاهده بفرمایید ببینید که حرف تا ابجد اون برابر است با 9 و حرف سین ابجد اون برابر است با 60 که این دو عدد در کنار هم به تاریخ سال 1369 هجری شمسی اشاره میکنه که تاریخ ظهور موعود خداوند امام زمان آقای صادق حیدری رسول صادق و القرآن ذی ذکر هستش که تصویر ایشون رو در صفحه مشاهده میفرمایید. خب پس مشاهده میفرمایید که با توجه به کلمه صلات بسیاری از مسائل از جمله ظهور و از جمله تاریخ ظهور و از جمله
بسیاری از مسائل دیگه با توجه به سوره ملک و آغاز پادشاهی خداوند و بسیاری از کسانی که با دین خدا اون رو متاسفانه بازیچه قرار دادن با توجه به سوره منافقون و زخرف، انشالله بسیاری از حقایق دیگه ای نیز در ادامه انشالله به اونها خواهیم پرداخت در جلسات بعد و آینده که ببینیم که انشالله حقیقت امر خداوند و کلام او چگونه هستش. انشالله به امید خدا به بقیه مسائل در آینده خواهیم پرداخت. پس دقت بفرمایید که امر حساب و تیپ مخصوص کتاب خداوند رو انشالله به خوبی فرا بگیرین و انشالله در آینده خودتون بتونید این مسائل رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدید، زیرا که حساب روشنگری و جدا کننده حق از باطل هستش. خب در این جلسه به لطف خداوند متعال به کلمه صلات پرداختیم. انشالله در جلسات آینده به موضوع اذان و نماز شکسته و نحوه صحیح وضو گرفتن و اذکار نماز انشالله خواهیم پرداخت. خب تمام این مطالبی که امروز خدمتتون عرض کردم شما عزیزان میتونید وارد وبسایت دولت شاهنشاهی خداوند بشین و اونها رو به صورت این کتاب‌ها رو که از طرف خداوند متعال به موعود آخر زمان آقای صادق حیدری نازل شدن میتونید دانلود بکنید و انشالله با امید خدا مطالعه بفرمایید. قابل ذکر هستش که نام کتاب و این اسامی که مشاهده میفرمایید نام اونها این کتاب ها برگرفته از آیات قرآن هستش، اما متن اونها کاملا فارسی هستش. این ویدیویی هم که در پایین مشاهده میفرمایید ویدیو موعود خداوند آقای صادق حیدری هستش که انشالله با امید خدا میتونید از یوتیوب در همین کانال مشاهده بفرمایید. خب اگر شما عزیزان وارد قسمت کتابخونه بشین میتونید هم کتاب مقدس رو، اگر کتاب مقدس رو ندارید میتونید اون رو به صورت رایگان دانلود بکنید و همینطور تمام مجموعه های کتاب موعود خداوند رو در یک PDF به صورت کاملا رایگان کتاب ذالک الکتاب رو مطالعه بفرمایید و این مطالبی که گفتیم چکیده ای بود از کتب ذالک الکتاب که به صورت بسیار مختصر به اونها پرداختیم و شما عزیزان میتونید این کتاب ها رو دانلود بکنید و مطالعه بفرمایید. کتاب معجم المفهرس این کتاب هم بسیار عالی هستش که اگر شما میخواید برای تکرار کلمات در قرآن ببینید که اونها چند بار تکرار شده میتونید کتاب معجم المفهرس رو انشالله اون هم به صورت رایگان که به صورت PDF هست انشالله اون رو هم دانلود بفرمایید و از اون استفاده بفرمایید. انشالله که این جلسه هم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم و السلام علی من اتبع الهدی و دین حق.